زنده اون گل بار حاشیه مقابل استیلازین. کارپنکو یه پاس آفساید نیست، خطرناک است این موقع برای تیم بنیادکار. پشت محوطه جریمه فاز برای شوت زنی، بازیکن تعادلش رو از دست داد. در برگشت فرصت و گل برای بنیادکار. دروازه رو انور رجبوف باز کرد. 60 دقیقه از زمان مسابقه سپاهانشهر و پرسپولیس 1-0 عقب میفته. در نیمه اول عرض کردم که این رجبوف خوب جایی پشت صحنه رو با هم می‌بینیم. این بازیکن تعادلش رو از دست داد. ابراهیموف در برگشت ضربه محکم رجبوف دروازه پرسپولیس رو باز کرد. حالا دیگه با این نتیجه پرسپولیس چیزی برای از دست دادن نداره، باید حمله کنه. این میخواد همچنان